کامیابی یعنی خوشبخت بودن. آن به مقدار پولی که تو داری ربطی ندارد. آن یک بازی بزرگ خوشبختی است. اما آیا صبر کافی داری؟ آیا برای دریافت آن اراده داری؟ آیا به خود باوری داری که میتوانی زحمت و مشقت رسیدن به مکان خوشبختی را برداشت کنی؟ کامیابی دوستی من این را میطلبد که درباره چقدر پول داشتن دیگر صحبت نکنی. باید درباره آن بگویی که چقدر تبسم در سیمایت میتوانی تجسم کنی. اگر برای خس و خاشاک یعنی چیزهای نالازم پول صرف میکنی، بای میدهی. اگر آن چیزها برای خودنمایی در نزد دیگران میخری، پس الکی باخته ای. من بر این باورم که 98% آدمان خس و خاشاک خیلی زیاد میخرند. آدمان ماشین میخرند، خانه و لباس میخرند که توانش را ندارند، تنها به خاطر آن که در نزد آدمانی که حتی نمیپسندند خودنمایی کنند. این از بزرگترین بیماری جامعه ما. پیش از آن که سر کامیابی را درک کنی، پیش از آن که حتی دربارش فکر کنی، به خانه خودت رو و یک بار خراجاتت را نظر کن و خریدن هر گونه خس و خاشاک را بس کن. چون وقتی این خس و خاشاک را نمیخری، آن پول در جیب تو در صورت حساب بانکیت میماند و تو میتوانی با آن حیاتت را تغییر دهی. ما امکانات های بی‌نظیر داریم. برای تنها ضرور است که آن را ببینی. جهد کن تجارت اطراف کار و چیزهای بنیاد کنی که میتوانستی برای تنها معاش انجام دهی. چون این تنها چیزی است که تو بالای سخت مهنت میکنی و چون این کار را دوست میداری، قریب که همه ناکام میشوند. چون مقصدی نادرست در نزدشان میگذارند. آنها تجارت را برای خودشان انجام میدهند. تنها درباره آن میاندیشند که این کار من میکنم به من چی میدهد، چگونه میتوانم درآمدم را زیاد کنم، این کار برایم چی خوبی دارد. تنها راه کامیاب شدن در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم این است که تجارت را در زمینه طلبات استعمال کننده بنیاد کنی. پیش از نشر من به خودم میاندیشم که تا چه اندازه این مواد برای تماشابین، برای خواننده ارزش دارد. چگونه این پارچه معلومات میتواند برای تو ارزش آورد؟ همین پارچه معلومات است که امید دارم برایت ارزش میدهد و امکان میدهد بین من و تو پیوندی معنوی به وجود آید. کمی از مقیاسی بلندتر به خودت نظر کن و درک نما که با خودت چه کار را انجام داده ایستاده ای. چه چیزی تو را خوشبخت میکند؟ جهد میکنی که پولدار باشی؟ به خاطر که میخواهی به اطرافیان اثبات کنی که میتوانی؟ با آنهایی که میگفتند تو نمیتوانی، یا تو کوشش کرده ایستادی تا کاری را انجام دهی که دوست میداری؟ آیا تو تلاش داری پولدار شوی تا توانی چیز و چاره بخری و احساس دروغین خوشبختی را برای خود ایجاد کنی؟ یا تو واقعا میخواهی خوشبخت باشی؟